بازیگر محکوم به تکرار است. ایشون خالی کرد، ریخت، گریه کرد. من میخوام یه بار دیگه این کار رو انجام بده. ببینید بلده؟ الان بخر، بذار صورت لیفت کنه. دقت کنید بچه‌ها، ببینید چقدر خوب و آماده است. چقدر نکاتی که من میگم. دیگه یه جایی که میگم اینجوری خیلی این کارو نکن. ببین وقتی اینجا نمیری داری با گریه حرف میزنی، وقتی دستمو اینطوری کردم یعنی اینجا دیگه سعی کن عادی حرف بزنی ولی قمه پشتش باشه. یعنی حالا انگار تخلیه شدی، گریه‌تو کردی. این اشاره که کردم از پایین یعنی یک کرشندو احساسی اجرا کنی. یعنی خودتو جمع جور کن، حالا از پایین شروع کن. اوکی، دقت کردی. اجرا باید این مدلی بشه، بالا پایین، بالا پایین. آفرین، باشه. آماده، خوشحال اول. خوشحال که نیست. عملا اول از یه نقطه شروع کن. باریکلا. 3 2 1 حرکت. امروز تولدمه ولی من نباید روز بقیه بچه خوشحال باشم چون مامانم تو تولدم نیست. اگه من خوشحال نباشم داداشم حالش گرفته میشه. آقا جالب دیگه ای ندارم. آقا بدون تولدم واقعا تولدم خوش نمیگذره. بعد واقعا به خودم اعتماد ندارم که آقا همیشه کیکای تولدم مامانم درست میگن. الان از کیکای بیرون ازم بودنم برم فقط مامانم کنارم باشه. اگه کنارم نباشه ازم تولد خوش نمیگذرش. ازم من نمیدونم مامانم کجای این برای اون برای بالا. باریکلا، خیلی خوب. حالا یادش بهتر بود. نه خوب بود. ببین برای من میدونید مهم چیه؟ مهم اینه که آوین بازیگریه که کارگردان یا بازیگردان میتونه باهاش مکالمه کنه. ببینید آموزش دیدن درسته توی نکاتی رو یاد میگیری اما تو رو آماده میکنه، عنصرت رو به فهمیدن، برای فهمیدن آماده میکنه. یه سری چیزا رو برای اولین بار سر صحنه از دستیار کارگردان یا کارگردان خواهی شنید. خب شاید حتی سر کلاس هم متوجهش نشده باشی. مهم اینه که تو بشنوی و یاد بگیری. مهم اینه که از حضورت به نحو احسن استفاده بکنی. در نتیجه واقعا آوین جزو کساییه که میشه باش مکالمه کرد چون گوش میکنه و تلاش میکنه اونها رو بتونه به اجرا در بیاره. خب بریم. میخوای یه ذره تمرکز کنی بعد از مهندی بیای؟ آره بعد از مهندی بیای. مرسی. پس برو بشین.